سلام علیکم. با قسمت جدید از دوره جدید برنامه‌نویسی آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون به زبان امروزی در خدمت شما هستیم. ما در این دوره قصد داریم که یعنی این دوره پیشرفته هستش و کلا دوره جدیدی هستش با همون نام آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون به صورت پیشرفته به زبان امروزی که این دوره همونطور که از اسمش هم معلومه دوره پیشرفته‌تر و دقیق‌تر جزئی تری هستش که ما بیشتر با پایتون سر و کار داریم و قرار توش خیلی مباحث بزرگی رو با هم دیگه یاد بگیریم. خیلی مباحث بزرگتر، یعنی کلا دیگه از مبانی خود رو جداتر میشیم. یه خورده با خود پایتون با خود پایتون ما کار میکنیم. بذار من اینو اینطوری کنم. با خود پایتون ما کار میکنیم. بعد ما با برنامه‌نویسی OOP آشنا میشیم و OOP داخل پایتون و با API ها، HTTPS ریکوست ها، با اینا هم آشنا میشیم و با خیلی چیزهای دیگه مثل دیتابیس ها و اسکیول سرور ها و نو اسکیول ها، خیلی چیزهای دیگه با هم دیگه قراره آشنا میشیم تو این دوره. خب بریم که جلسه اولمون رو شروع بکنیم که اولش هم با متدهای نوع داده پایتون شروع میکنیم. میریم جلو. خب اول یک A داریم که این A رو ما استرینگ می نویسیم، اسمش رو میذاریم مهدی و ما اینجا پرینت میکنیم دایرکتوری A رو و این محیطی که دارم استفاده میکنم پایچارمه از این به بعد و از این ویرچوال انوایرمنت استفاده کردم. خب من کل دایرکتوریاشو اینجا پرینت کردم. دایرکتوری گفتیم دیگه متدایی که میتونیم استفاده کنیم و برای ما میاره که خب با این داندرا اصلا فعلا کاری نداریم. حداقل جلوتر آشنا میشیم باشون. این داندر متد از اینجا به بعد رو من کپی بکنم داشته باشیم با هم. ماشاءالله سرعت تا اینجا کپی کنم من ای بابا این کپی شد. کنترل وی. خب اینا من فقط اینجا کنترل وی، نه کنترل وی، ببخشید اشتباه شد، کنترل وی. خب با این میریم جلو، یکی یکی از سمت چپ شروع میکنیم و کل اینا رو با هم دیگه یک مروری میکنیم. خب این A که ما داریم، مثلا من اینا رو بیارم پایین. خب اول از کپیتالاز شروع کنیم. خب کپیتالاز هم که ازش معلومه کپیتال میکنه برای ما. پرینت میکنیم A دات کپیتالایز رو و اینو یه بار ران میگیریم و مهدی برای ما کپیتالایز کرد و آمده برای ما کپیتالایز میکنه، یعنی همین حرف اول چیزو برای ما کپیتال میکنه که یه دونه متد دیگه هم داریم به نام تایتل که همین کارو برای ما انجامش میده مهدی. خب پس تایتل و کپیتالایز تقریبا شبیه همن، فقط کپیتالایز خیلی چیز تره، قوی تره. و این تایتل فقط اسکی ها رو یه خورده از حروف رو میتونه کپیتال کنه ولی بزرگ کنه. حرف اول مثلا اگه حرف اول ما یه چیز دیگه باشه کپیتال میتونه بکنه اگه بزرگ داشته باشه، ولی تایتل شاید نتونه. در کل کارایشون یکیه. میریم بعدی. کیس فولد هم همینطور مثل کپیتالایز میمونه، یعنی فقط برعکس کپیتالایز. یعنی ما اگه اینجا تو مهدی بدیم و این تایتل هم اینجا لورش بکنیم، اینجا رام بگیریم، جفتشون برای ما اینا رو کوچیک میکنن. یعنی لوئر رو کیس فول دوباره مثل تایتل و کپیتالایز میمونن که خب فرقش رو فهمیدیم دیگه. جفتشون اینجا حرف اول بزرگ میکنن تایتل و کپیتالایز، ولی اینجا برای ما کوچیک میکنن کل چیزو با لوور کیس مینویسن. و کیس فول دوباره قوی تره. کیس فول هم دیگه گفتیم چیه. سنتر این کارو میکنه. پرینت میکنیم ما A دات سنتر. خب سنتر میاد چی میگیره؟ میاد از ما یک عددی میگیره، مثلا ما بهش میدیم عدد 10 رو و اینو رام میکنیم. میبینی میاد. حالا این مهدی بذار من کوچیکش بکنم. مهدی خب میاد یک جوری این به ازای این عددی که بهش میدم و تقسیم بندی میکنه که این به ازای 10 تا بیاد وسط، یعنی وسط بشه. یه حدوداً چند تا میاد این طرفش، چند تا میاد این طرفش. به این خودش که 5 تا حرفه
5 تا حرف دیگه میخواد بشه 10 تا، 5 تا حرف دیگه که میخواد بشه 10 تا و 2 تاشو میذاره سمت چپش، 2 تا یک دو و 3 تا هم میذاره سمت راستش، 1 2 3. پس در کل آره اینطوریه. پس سنتر هم فهمیدین چیکار میکنه؟ یه حالتیه که مثلا میخواد 10 تا، یعنی این اگه یک فضای 10 تایی داشته باشیم میخواد اینو بذاره وسطش و اینا. حتی ما میتونیم انتخاب کنیم که فکر کنم بتونیم بله با فیل کار میتونیم انتخاب کنیم که با چی سایزشو بکنیم. مثلا اگه بکنم 11 تا 3 تا، چون 5 تا ببین توی فضای 11 تایی میخوایم 5 تا وسط وایسه، 6 تا میمونه، 3 تا سمت راست و 3 تا هم سمت چپش میشه و 3 تا سمت راست نهاش، 3 تا هم سمت چپش میشه. خب اینم از سنتر که با هم دیگه کار کردیم. کاونت هم که خب همونطور که از اسمش مشخصه میاد برای ما میشمره چه چیزی رو، هر چیزی که بگیم. مثلا ما A رو بدیم به ما میگه شما یه دونه A داری، من یه چند تا A دیگه اضافه کنم به ما میگه شما 4 تا A داری که 1 2 3 4 تا A اضافه میشه اینجا. خب این کد میاد به ما این کد اینو میده که خب ما خیلی کلا چیز پر استفاده ای نیستش. اگه ما اینو پرینت کنیم یه ایکوندش که این کدش که این شکلی هستش و ما میده. حالا اینجا UTF-8 شده چون این شکلی شده، یعنی UTF-8 شه. حالا خیلی زیاد مهمی نیستش همچین چیزی. اندفیت یک حالت چیزه، به ما یک ترو فالس برمیگردیم که آیا تموم شده با یه هم چیزی که ما میخوایم یا نه. مثلا ما میگیم تموم شده با آیا مهدی؟ میگه بله. با دی آی چی؟ مهدی. بله. با اچ دی آی چی؟ باز هم میگه بله. ولی حالا اگه بدیم که نیست میگه فالس. اینم از این اندفیت هم رفتیم. با هم دیگه کار کنیم. من فقط تایم جلسه رو ببینم. خب خوبه. بعد از اینا ما پرینت میکنیم a.expand tab. خب expand tab الان من میگم چیکار میکنه. بذار من اینجا باید پرینت کنم یه بار a و این مهدی عادی و expand tab هم که نداره. خب هیچ مهدی عادی. حالا اگه من اینجا مهدی اینجا یه امرول بذارم، امرول اینو یه بار پرینت کنیم مهدی امرول چسبیده. خب من اینو میتونم با اسپیس مثلا فاصله بدم یا بک تی که برای ما تب میذاره. نکنید الان از بین مهدی و امرول یه دونه، ببین یک دونه تب اسپیس نذاشته اینجا. ببینی من یه دونه میرم اون طرف یهو تا آخرش میره. اینجا تب گذاشته از این طرف میام یهو تا آخرش میره، یه کوچولو میام میبینی یهو میره. خب این تب گذاشته اسپیس نذاشته. حالا میتونی انتخاب کنی که چند تا باشه. مثلا ما میگیم که به هر اسپیس 12 تا تب باشه. نکنید پایینی بالایی که عادیه، پایینی رو ببین یهو 12 تا تب حساب میشه چون خود اسپیس خود تی 4 تا. مثلا ما میتونیم که کلا 2 تا باشه. میبینی که ببین یک. خب و اینطوری میشه. اگرم یه دونه باشه چی میشه؟ همون عادی. خب اینم از این. میتونی حالا هر عددی که میخواید اینجا خودتون بذارید و امتحان کنید یا حالا هر چیزی که دوست دارید. خب 4 تا بذاریم چه همین قدی که بود. ببین 1 2 3 پس چرا نمیشد؟ خب باگش دیگه. حالا بگذاریم. آره پس اکسپند تب هم میتونه شما انتخاب کنید که چقدر فاصله باشه بین اسپیس ها و تب و ایناتون. یعنی تبادون تو چند تا اسپیس تبدیل شن. فایند میاد برای ما، من اینا رو دوباره پاک کنم. فایند میاد برای ما یک چیزی رو فایند میکنه. یعنی من میگم که مثلا MA رو برای من فایند کن، میگه 0. حالا من میگم A رو برای من فایند کن، میگه ایندکس 1 چون M 0 A هم 1. فرمت میاد حالا ما فرمت بمونه. نه فرمت بس بگم. خب فرمت هم کار جالبی میکنه. ما فرض کن یه A داشته باشیم که این شکلی باشه مهدی بعد old، این شکلی داخلش رو اینطوری گذاشته باشیم. اینجا ما پرینت میکنیم، ببخشید پرینت میکنیم a دات فرمت چه چیزی رو به هوش میدیم بهش 23 مثلا میدیم. اینجا ببینید الان بذار من یه بار پرینت کنم a رو صبر کنید a
ببینید ای ما اینه در حقیقت. خب وقتی شما دات فرمت میذارید میاد داخل این براکت که انتخاب کردید پر میکنه. اصلا ما اینجا گفتیم به این براکت 23 بزنا کنید تا فرمت 23. حالا جورای دیگه هم داره، من خورده در مورد این بیشتر توضیح میدم. مثلا ما ای داریم میگیم که همین حالا مثلا یه نیم قراره رو وارد کنه is اینقدر years old. ببخشید. خب حالا ما اول پرینت میکنیم خود A رو که با هم دیگه A ببینیم و پرینت میکنیم A dot format. خب اینجا میتونیم دو تا بهش بدیم، مثلا بدیم یه دونه اولیه رو بدیم یکو مثلا، نه اولیه رو بدیم مثلا مهدی، دومیه رو مثلا بدیم 23 که رام بگیم این مهدی 23 years در حقیقت معنان حالا مهم نیست 23 years old. یا حتی مثلا میتونیم اینو بدیم 0. خب اگه میخوایم مثلا اینو بدیم 0 اینو بدیم 1 دوباره اینو اگه رام بگیریم برای ما 0 1 رو میاره. اگه میخوایم برعکس شه اینو بدیم 1 بدیم که جفتشون دومیه رو میارن. خب و اگه من اینو 0 بدم جابجا میشه. اینجا میتونیم انتخاب کنیم، یعنی یه عددی بذاریم ببینیم که مثلا 0 از 0 1 2 3 میشه دیگه. آرگومان از 0مون مهدیه، یکمون 23، یعنی ما میگیم 1 بیاد اینجا 23 0 بیاد اونجا. یا حتی اصلا اسم بذاریم براش، یعنی من اینجا بذارم مثلا name، خب اینجا هم بذارم age، بعد اینجا بیام بگم که الان آره ارور داد. خب همون خواستم تا مطمئن شم اینجا بگم که name من 2 نقطه ببخشید name من مساویه با name من مساویه با اینقدر و ایج من مساویه با 23 و درست میشه اینجا. پس اینم از کار فرمت که برای ما انجامش میداد. فرمت مپ هم مثل فرمت میمونه. من دوباره مثل دفعه قبل بنویسم name is or age years old. خب بیام اینجا پرینت کنم A dot format map چه چیزی اینجا دیکشنری تعریف میکنم به نام دیکشنری دی. اینجا نیمشو من 2 نقطه میذارم و می نویسم مهدی و ایج هم 2 نقطه میذارم 18 که البته شدم الان دیگه 19 و من اینو داخل از اینا بذارمشو. من بیام اینجا بهش دی رو بدم و الان من اگه اینو رام بگیرم از اینجا میگه که مهدی 19 years old. حالا کم زیرش اینا میذارم رو سریع مرتب کنیم درست میشه. خب اینم از فرمت مپ. چقدر دیگه وقت داریم؟ چند دقیقه دیگه هم وقت داریم برای کار. ایندکس رو داریم ما دوباره ای برگردیم به همون مهدی امرولی که بود پرینت کنیم برای خودمون a دات ایندکس چه چیزی رو ما میخوایم، مثلا a رو ما میخوایم ایندکس a. ببخشید اشتباه شد، a ما چیز دادم مثلا ایندکس a ما 1 ایندکس a ما 1 و حالا ایندکس مثلا میتونیم بنویسیم ایندکس این چنده امرول میگه که 0 1 2 3 4 5 و ششمی از A شروع میشه که کلا از اونجا شروع میشه امرول، پس از 6 شروع میشه. خب حالا من اینا رو هم دوباره پاک کنم. is all نام میاد ببینه که آیا این حرف این چیز ما کلا از حرف و اینا هست یا نیست. بذار یه بار ببینیم، یعنی با هم دیگه میاد به ما میگه که این all نام یعنی آلفابت و نامریکه، یعنی کلش آلفا، یعنی توش فقط از حروف و اعداد استفاده شده یا خیر. الان ما اینجا از اسپیس هم استفاده کنیم، مثلا اگه این اسپیس رو بکنیم 12 بذاریم میگه که تروه. بله درسته. خب من این اسپیس رو برمیگردم ایز آل نامو دیدیم بریم ایز آلفا میگه ایز آلفا برعکس چی دقیقاً میگه برعکس فقط حروف. الان خب باز فالس میگه چون ما آلفا نیستن، مثلا اینجا تروه ولی مثلا اگه عدد بذارم میشه فالس. خب این هم برگردیم به قبلش ایز آلفا هم رفت. ببخشید ترکید کلا ببخشید. خب ایز اسکی میگه این ایز اسکیه. ایز اسکی رو با هم دیگه ببینیم میگه آیا اسکیه یا نه.
میگه بله. ببینید اسپیس چرا اسپیس نمیشه؟ چون اسپیس هم بالاخره یه اسکی داره. الان من مثلا حتی اینجا عددم وارد کنم باز درسته، حتی اسپیشیال کل حروف انگلیسی اینا اسکی هست، کل حروف تو کیبورد. ولی حالا من اگه بیام اینجا مثلا ببخشید، حالا من اگه بیام اینجا یک کلمه فارسی وارد کنم میگه که نه اسکی نیست، چون عدد فارسی دیگه اسکی نیست، اینا یونیکود شدن دیگه، جزء اسکی حساب نمیشه. میگه دسیمال داریم is decimal is digits و is numeric. خب is decimal و is digit و is numeric سه تاشو میان چک کنم این عدد یا عدد نیستش. یعنی من اینجا آی میدم 1 و 2 و 3. خب پرینت میکنیم a dot is decimal. یه چند تا دیگه از این میاریم میگیم که is digit و میاریم میگیم که is numeric. حتی این دوتا رو جاشون عوض کنیم بهتر. خب یه رام بگیرم میگه توروه، این یه عدده. حالا من یه عدد یونانی مثلا اینجا بذارم، نشد یونانی دیگه. خب عدد یونانی نمیشه. کلا کار اینا این سه تا، ببخشید اشتباهشو کلا، میان عدد بودن رو چک میکنن. میگه دسیماله یا رقمه یا عدده. خب این یعنی یه عدده واقعا، همش هم عدده و درستن. مثلا من اگه اینجا A وارد کنم کلا کنسل میشه. خب ببخشید، بله میبینید کلا الان توره برای ما. خب ولی اینا یک فرقایی دارن که مثلا در حقیقت آلنام هر از بالا به پایین زیر مجموعه هن. یعنی دسیمال زیر مجموعه دیجیته و دیجیت هم زیر مجموعه نامریکه. یعنی اگه دسیمال تورو باشه حتما نامریک هم توروه و اگه نامریک هم فالس باشه حتما دسیمال هم فالس. یعنی چیزی که دسیمال باشه حتما دیجیت هست، نامریک هم هستش. چیزی که دیجیت باشه حتما نامریک هم هست. چیزی که نامریک باشه که نامریک هست. ولی مثلا چیزی که دیجیت نباشه قطعا دسیمال هم نیست. از بالا به پایین حکم علت و معلولی دارن و دسیمال دقیق تره برای عدد. مثلا اینا عدد یونانی یا عدد عجیبی و مثل فارسی اینا رو هم در خودشون دارن، ولی مثلا دسیمال فقط عدد دسیمال شده رو داره. و اینجا هم دسیمال و دیجیت هم که گفتیم. ایس آیدنتیفایر رو ما داریم، میگیم که A آیدنتیفایر میاد میگه که برای ما میگه که آیا این چیزی که ما داخل متغیر داریم میتونه یک اسم ولیو باشه یا نه. مثلا I dot identifier. خب من اینجا یه x میذارم x25. x25 همونطور که میدونیم میتونه اسم متغیر باشه و true رو میده. و حتی من اینجا فاصله بذارم با آندرسکور میگه بله. ولی مثلا اگه من اولش آندرسکور بذارم میگه که بازم بله، چون آندرسکور میتونه باشه. من مثلا اگه اسپیس فالس میشه چون ما هیچ متغیری رو نداریم که اینطوری باشه. مثلا 23 بعد بگیم مساوی با فلان، میبینی ارور داد به ما. خب یا مثلا وسط شو اسپیس بدن، اسپیس میگه نه. یا حتی اسپیشیال کاراکترها، ببخشید اسپیشیال کاراکتر البته اینا نمیشه. خب اینم از این. میگه برای ما حساب میکنه که ببینیم میتونه متغیر باشه یا نه. ایز لوئر برای ما چک میکنه لوئر یا نه. مثلا همینو من ایز لوئرشو میزنم، ایز لوئر و ران میکنم میگه فالس. اگه ایکس رو کوچیک کنم ران بزنم میگه تروه. بله. من is numeric هم که الان با هم دیگه گفتیم. is printable یعنی پرینت میشه کردش یا نمیشه کرد. اینو ما یه دونه اینجا مثلا مهدی امرول میزنیم و is printable می نویسیم اینجا و اینو دیباگ شد اشتباهی، ران میگیریم میگه تورو. ولی حالا اگه من به جای اسپیس بگشت تی بذارم میگه فالس، نمیشه پرینت. چون الان من یه بار از A پرینت بگیرم، از A میگه که مهدی امرولو و نکنید به جای اون بک اسلش تیه برای من یه دونه اسپیس گذاشت که پس این اون بک اسلش تیه پرینتبل نیست. یعنی یه چیزی نیستش که بشه پرینتش کرد. بعد ایز اسپیس هم میاد اسپیسی چک میکنه. مثلا ما اینجا اگر اسپیس بذاریم بگیم که ایز اسپیس و اینو رانش کنیم میگه که تورو اینم برداریم از اینجا، میگه که بله تورو این
و اگه ولی من اینجا یه چیزی بنویسم میگه که فالس نیست، میگه فالس یعنی درست نیستش. و پس بعد کلا تورو باشه. is title و is upper میمونه. is upper میگه که کلا upper باشه، مثلا این میایم چکش میکنیم is upper هست یا نه، is upper هستش این یا نه، میگه بله is upper، ولی مثلا حتی یه حرف کوچیکم بذاریم اینجا میگه فالسه. is upper هم نیست و is title هم همونطور که گفتم تایتل چیه چه میکنه is title هست یا نه. الان این نیستش چون حرف دیگه‌ش هم بزرگه، ولی مثلا اگه من اینجا یه اسپیس بذارم که دو تا کلمه جدا بشه میگه بله هستش، چون تایتل و حالا کپیتال هست میان حرف اول کلمه ها رو بزرگ میکنن و اینجا الان دو تا کلمه جدا انگار و درسته. پس is title هم هستش، ببخشید پس is title هم هستش و این درسته. حالا بقیه این موارد بمونه برای جلسه دیگر. خسته نباشید.